در جمع ماست و با خداداد همچنان برنامه رو ادامه میدیم تا 9:30 هستیم. الان 9:13 است. آقا من سلام عرض میکنم بابت این چهره خسته و من فکر کنم تو تا صبح خوابیدی اومدی. نه بابا، ما بالا بودیم کار داشتیم، داد مادم زیاد زدیم، صدا هم در نمیاد، موهام خرابه، ببخشید دیگه. این چهره زشت ما رو اگه تحمل میکنم خب عذرخواهی میکنم. آقا من خواستم شما گله بکنم واقعا جدی. شما بعد از صبح کله صبح اومدی اینجا از اینکه خسته نباشید با گله شروع می‌کنی، من پا میشم میرم اصلا. تو گله‌تو بکن. آقا بعد از این نمایش عالی تیم ملی خب چیکار کردیم مگه ما؟ شما به جای یهو الان شدی وکیل مدافع تیم اینجا تو؟ ما کجا بعد گفتیم خدا داریم من بگم دیگه. چی از همون اول شروع کردی توپو بستی شروع کردی. اشتباه داری می‌کنی آخه. من میگم داری اشتباه می‌کنی. من دیگه حرف نمی‌زنم با اصلا. تمام. باش. یعنی چه حرفت بی تربیتیه، بی ادبی حرفت الان تو از راه رسیدی به جای که خسته نباشی اینجوری شروع می‌کنی با من؟ گله می‌خوای بکنی از من؟ تو اصلا حق گله نداری. اصلا حق گله نداری. نه اجازه بدید من صحبت بگو آره. شما بعد از این بازی تیم ملی در حالی که این تیم ملی در یک شرایط خیلی خوب و با ناسزاوارانه به مساوی رسید جلوی تیمی که ما این همه تعریف کردم شنیدی اصلا حرفای منو تو؟ من کلا اونجا بودم چرا نشیدم؟ داری شلوغش می‌کنی. نه کی پرت کرده زنگ زده به کی پرت کرده اینا رو میذاری من حرف بزنم؟ نه نمیذارم حرف بزنی. آخه حرف بی ربطی الان داری میزنی تو. چرا حرف بی ربطی؟ حرف بی ربطی. اصلا من چی میخوام بگم؟ ما اصلا بد نگفتیم از تیم. چرا داری میگی ما گله برای چی؟ من بگو گله برای چی؟ اجازه بدید من حرف بزنم. بگو. میگم بعد از بازی تیم ملی در حالی که ما واقعا در موقعیت پیروزی زمین رو ترک کردیم، وقتی آقای قلعه‌نویی میاد صحبت میکنه و حالا تو اون لحظه چیز خودش میگه، شما سری بند میگه خداوند نمیدونم مثلا حرف درستی بود که من زدم. بقیه خودم حرف درست نیست. به چه دلیل؟ نه به چه دلیل؟ وکیل مدافع امیر قلعه‌نویی اینجا دیگه. آره اجازه بدید من بگم به چه دلیل دیگه. بگو. میذارید صحبت کنم یا نمیخوام بذارید؟ یا میخوام همش صحبت من قطع کنم؟ داد انتقاد کرد هم آقا. نه شما میخواید همش صحبت من قطع کنید. نمیذارید من حرف بزنم. من سکوت میکنم اصلا. من میرم تو حرفاتو بزن. خداحافظ. تو حرفاتو بزن. خداحافظ. شما که هستید. من گوش میدم بفهم. ما نباید واکنش احساسی یک مربی و انتخاب کلمات ممکن در انتخاب کلمات